این هفته خبر تو خبر داره براتون از نظام پابگوری که تلاش میکنه تا به بسیجی ها و مزدبگیراش دلداری بده و بگه خوشحال باشید چون هنوز سرنگون نشدیم. 40 سال 1440 ساله نه 40 سال 1440 ساله که خدا به انقلاب فاطمه میماله که خدا به انقلاب فاطمه میماله در خون نشست آری در خون نشست آری حرفش شکست هرگز پهلو شکست. خرچنگ ولایت که حسابی خودش رو باخته و 4 ستون بدنش در حال لرزیدنه اینجوری بسیجی ها رو امید درمانی کرد. مثلیست معروف میگن مرده که لگد زدن نداره. این که علیه شما این همه توطئه میکنن به یاری خداوند نشان اقتدار شماست و به شما بشارت میدهم که این پایان شیطنت هاست. عجب، ادعای اقتدارتون رو باور کنیم یا اصرار ابلهانتون به زنده نمایی رو؟ این خرچنگ ولایت حواسش نیست که با این دلخوشیات داره بسیجی ها رو لب چه پرتگاهی میبره. پاسدار سلامی هم هر چی گشته چیزی پیدا نکرده، میخواد با مقایسه بین ایران و ایتالیا به بسیجی های ریزشی امید تزریق کنه. به ایتالیا نگاه کنید، زباله هایش را نمیتواند جمع کند. و به ایران هم نگاه کنید، ایران تحریم شده اگر آمریکا در این تحریم جهانی قرار میگرفت تا امروز 10 بار فرو پاشیده بود. اما این چه قدرتی است در درون این سرزمین؟ از کجا آمده است؟ این هم یک تصویر عینی از قدرت نمایی پوشالی پاسداران. حالا اگه موافق باشید بریم یه سری به نمایش 22 بهمن آخوندا بزنیم و ببینیم امسال چه برگ‌هایی رو کردن. مرگ بر آمریکا، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر الله اکبر، الله اکبر. بله، یه وقت فکر نکنید این نمایش فقط به همین شعار و راهپیمایی با شکوه محدود میشه ها. نه، حرکات نمایشی هم داشتن. این جشن انقلاب ترامپ حال خرابه. مرگ بر آمریکا. این جشن انقلاب ترامپ حال خرابه. مرگ بر آمریکا. ترامپ کابارچی عقل ندار نهچی. مرگ بر آمریکا. ای ترامپ قمارباز دیوانه یا کلک باز. مرگ بر آمریکا. البته یه سری جا هم کارشون به التماس از سیاهی لشکرها و این جور مزه ریختن‌ها کشید. چرا نمیگی مرگ بر آمریکا؟ مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. یواش میگی مرگ بر آمریکا؟ مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. بگن مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اورژانس میگه مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. موتوری میگه مرگ بر آمریکا. وقتی هم دیدن نمایششون خیلی کساده و این افتضاح رو نمیشه ماسمالی کرد، رفتن سراغ رقص و جنگولک بازی.
تازه این نمایش مسخره در حالی برگزار شد که از مدتها قبل با ساندیس و دوچرخه و وعده و وعید براش کلی تبلیغ کرده بودن. چند روز دیگه راهپیمایی 22 بهمن رو از دست ندید، برید از خودتون عکس بگیرید، توی راهپیمایی برای من بفرستید، من شاتتون میکنم. حالا شما خودتون قضاوت کنید که راهپیمایی ساندیس خورای نظام با شکوه تر بود یا راهپیمایی این ببعی ها. تازه اینا نه ساندیسی گرفتن، نه بهشون وعده دوچرخه داده شده، نه کسی مجبورشون کرده. حالا شیخ حسن تو این اوضاع درب و داغون نظام دنبال اینه که آمریکا رو وادار به توبه کنه. حتی آمریکا هم اگر توبه کند و از مسیر گذشته خود برگردد و محاسبه دقیق انجام دهد و در برابر مداخلات گذشته‌اش در ایران عذرخواهی کند و حاضر باشد عظمت و کرامت ملت ایران و انقلاب بزرگ اسلامی ایران را بپذیرد و با احترام با مردم ما سخن بگوید، ما باز هم آماده ایم حتی با آمریکایی که سالیان دراز بر ما ظلم روا داشته است بازگشت او و توبه او را بپذیریم. یکی نیست به این شوت مشنگ بگه تو اول بحران گوشت گوسفند رو حل کن، توبه آمریکا باشه طلبت. نیم ساعت تو صف وایسادیم، شاید هم بیشتر 1 ساعت تو صف وایسادیم، تحت فشار وجدان دندان داره درد میکنه هنوز. این گوشت به ما دادن دوستان، حالا فقط داشته باش چی به ما دادن. 80 خورده پول از ما گرفتن، فقط بگی فقط داشته باش این چیه آقا، اختاپوس نمیدونم، حشفای نمیدونم، موجودات دریایی فضایی ناشناخته است، اینا چی ان تونی ریختن، قابل خوردن هست نیست؟ مراجع محترم، مراجع ازدام تقلید، اینا حلالن. از همه این بازی ها و نمایش ها که بگذریم میرسیم به ترس و دغدغه اصلی آخوندا که چیزی جز ترس از سرنگونی و اتفاقات پیش رو نیست. به نظر من مسئولین مخصوصا امنیتی کشور، اطلاعاتی امنیتی، حتما یه گزارش کار دادن که خدمت رهبری میگن که آقا ببینید ما هنرمندانه امسال رو تونستیم از سر بگذرونیم، خنثی کردیم اقدامات دشمن. رهبری میگن مرحبا، باریکالله، خوب کاری کردید، ما فکر نکنید تموم شده. این ممکنه که طرف مقابل شما یه طراحی دیگری داشته، اینا همه زمینه بوده، زمینه‌های فریب بوده، اصلا این عملیات فریب شاید بوده باشه و عملیات اصلی در کمی. حالا این عملیات اصلی آیا ذهنی است؟ من میگم نه، قرینه داره، کد داره. کدهاش این است که اینها برای سال آینده فشارهای بیشتری رو به لحاظ اقتصادی رو جامعه ما وارد میخوان بکنن، حتما دنبال این هستن. حالا همین رژیم لنگ در هوا که 8 گرو 9شه باز هم برای دلخوشی دادن به نیروهای وارفتش آگهی‌های مسخره‌ای مثل این ساخته که بگه در آینده پیشرفت میکنن و میرن فضا.
توی این اوضاع و احوال وضعیت بسیجی‌ها یه چیزی توی این مایه هاست. از یه طرف اقتدار بهشون نشون میدن، اما ته خط چیزی جز علف بحران نصیبشون نمیشه. مشنگ یعنی این فیلم باف حکومتی که برای تبلیغ امام گور به گوریش به چنین خزعبلاتی متوسل شده. از امام بگین؟ این نزدیکی شما اون یه چیزایی بگین که ندیده باشیم، نشده باشیم، نچشیده باشیم. مردی بود که هیچکس شاید به این تعبیر ندیده و واقعا نه براش اسمش مهم بود، نه شهرتش مهم بود، نه اینکه اصلا چی اتفاقی میافته. یک هدف داشت و فکر میکرد فقط اون هدف مهمه و رسیدن به اون هدف، فارغ از هر نوع نقشی که بخواد حالا توی این ماجرا داشته باشه. یعنی اگر و موقعی که پیشش بودی به شدت حالت خوب بود، آروم بود و یک آرامشی ازش میگرفتی که بی‌نظیر بود. هرگز دروغ نگفت. این مزخرفاتی که میگن که نمیدونم گفت برق مجانی، آب مجانی، اینا رو اصلا همچین چیزی وجود نداشت. خمینی که دروغگو نباشه لابد نظام باقی مونده ازش همینی میشه که پاسار عباسی تبلیغش رو میکنه. وضعیت آزادی سیاسی رو در کشور چطور تلقی شما چیه از اونها؟ آزادی سیاسی خب همونطوری که مستحضرید یک مفهومی است که برمیگرده به اینکه آزادی سیاسی رو در آزادی بیان ببینیم، آزادی سیاسی رو در مناسبات سیاسی و انتخاب احزاب ببینیم، تنوع گروه‌ها و احزابی رو داشته باشیم در کشور که اونا آزاد باشن، حرفاشون رو بزنن، آزادی بیان داشته باشن و بعد هم آنچه را که میگویند در قالب تصمیم در جامعه زمین ظهور و بروز داشته باشه. در این چارچوب خب اصلا که با قبل از انقلاب که قابل مقایسه نیست، نسبت به دهه‌های گذشته هم در بعد از انقلاب هم که اصلا قابل مقایسه نیست. الان آزادی سیاسی در کشور ما بسیار بسیار جایگاه ویژه‌ای داره. اگر در ایران تحت حاکمیت آخوندها آزادی کامل هست، لابد روشنفکرش هم میشه این دزد سرگردنه. من جزء جریان روشن فکری تو ایران محسوب میشم، نه از ابتدا. ببینید دزدی‌های نجومی آخوندها و خاص خرجی‌هاشون برای مزدورانشون چه فضاحتی به بار آورده. لبنان تشریف ببرید، بیروت، منطقه زاهیه، سور، سیدا، بلبک، همه کوچه خیابون صندوق‌های کمیته امداد رو می‌بینید، به عربی نوشته. خب خود لبنانی‌ها پول می‌ریزن، آقای یامین‌پور جمع می‌کنن میبرن میدن به نیازمندان لبنانی. این معنیش اینه که ما میدیم، اونا واقعا درآمدشون به خاطر این تورم من از ما پیشه گرفته، هیچ نیازی به ما ندارن. زمین که ما شرعاً نمیتونیم منتقل کنیم، صدقه مردم از هیچ شهری به شهر مجاور نمیتونه. میدونستی؟ فتوای فقها زکات نمیتونه. بله، اینم از ویژگی‌های ریش آخونداست که هر چی بخوان رو زیرش پنهون میکنن. از اونجا که هوا پسه و وضعیت آخوندا خیلی قمر در عقربه، به خاطر همین خیلی هاشون مصلحت رو در این دیدن که بزنن تو کارهای جانبی. یه نمونهش این حاج آقا حنجره است که برای سفیدکاری گلپا میخونه. من یه خونه تنگ و تاریکم، کاش که تو بیای چراغم باشی، هر کی که باشم هر جا که باشم تو باید باشی. تا زنده باشم میمیرم اگه از تو جداشم، میمیرم اگه با تو نباشم. اگه تاریکم اگه روشنم، اگه پاییزم اگه بهارم، تو رو دوست دارم، تو
آخوند معدن و دریا و بیمارستان کم بود، آخوند خانواده هم بهش اضافه شد. یعنی ما در کنار طبیب خانواده روحانی خانواده میخوایم. هر خانواده به یه روحانی باید وابسته باشه. چرا؟ چون بعضی حرفا رو پدر بره پسر نمیتونه بزنه، پسرم بره پدر نمیتونه بزنه، زن بره شوهر نمیتونه بزنه، شوهرم بره زن نمیتونه بزنه. این روحانی میاد واسطه میشه، با زبان خودش بره مردم میگه. حالا آخوند خانواده کارش چیه آخه؟ هیچی. کارش اینه که تو گوش جوانای خانواده از این روزه ها بخونه. میگه ببین 40 سال شما آخونده چیکار کردید که همه جوونا حالشون از نظام و انقلاب و دین به هم میخوره. میگم این آمار همه جوونا رو از کجا داری؟ میگه شاخهای مجازی اینجوری ان، من و پسرداییم شلوار پارا موفشنا همه اینجوری. میگم شما جوین همه جوونا، پس اون 4 میلیون جوونی که بیادر هر میرن اونا چی ان؟ میگه اونا که برای غذای مجانی میرن، غذای مجانی ندن هیچ کدوم نمیرن. میگم بابا جان کی برای یه وعده غذا 3 روز پیاده را میره؟ خودتو با اینا مقایسه نکن، اینا عاقلن. اینا رو فوش دادیم اون جوونایی که برای نوهده میان، روز قدس میان، 22 بهمن میان، اونا چی میگه؟ اونا ساندویچ خورن برای ساندویچ مجانی میان. همین کارا رو میکنی، همین توهما رو داری که تا 2 نفر معترض بنده خدا میان تو خیابون یه حرفی بزنن، سری آهنگ من ایرانم، خونی در رگ دارم، شوری در سر دارم میذاری، فردا بعد از ظهر انقلاب سقوط میکنه. 40 سال منتظر اون فردا بعد از ظهر. این هم برنامه‌ای که آخوندهای خانواده برای کودکان خانواده تدارک دیدن. وقتا هم میرفت و برای مردم سخنرانی میکرد و از زورگویی‌های رضا شاه و پسرش برای مردم تعریف میکرد. امروز 11 بهمن ماه سال روز تولد آیت الله مصباح یزدیه. سکانس آخرین هفته بدون شرحه، خودتون ببینید و حدس بزنید که چطوری اینطوری شده.